زن ما میتیم و انی دو نانه بخرز میتیم گفت. اگه برادر چی پس دو نان تا قرض میدوده تیگان قصد قرضی دو نان نفقه میکنیم دو نانه با قرض میتیم. گفت این دو نان قرضی پدر و مادر ماست. وقتی که تاسین 18 و 20 من خوراندن پوشاندن قرضی ها که میگردونم در پیریش. یعنی دو تاش نفقه زنم در گردن من است. حال زنه که مرد میپاید زن مردنه در اسلام تو خدا مرد کرده تاکید داده در سرت زن خدا خواهد پا زن شرایش مایا کن. من قسمی آخر خدا کرد داری باره صحبت میکنم. گفت دو تاش بقرض میتیم اینا بچه هم ده میتیم که روزه شوان که من ده این نفقه گردوند قرض. ما همچنان شم انشاءالله خدا خواهد از این بازارک انشاءالله خدا خواهد روزی سه شنبه شود پدر مادر زنده باشد همه بجورت بیچاره خدا خواهد 200-300 دلار میخری در پینه که نمی آید. دیگه همین دو تا شاشی که برای اپاد گرفتن یا دو شاشی که برای اتاد گرفتن چیکار میکنی؟ زمین کاریا میکنی. دل نمیشاد که اگر زنت گویا که دو تا یک شاشی که سامبوسیا که ملیمه گویا که خدا خواهد داونده بیاریش. یک ضعیفه مردن خدا رحمش کرده باشد بچه شو شاپر بدست میشور نشده یه چیز. پس من هم صحبت شدم میگه بچه هم وقتی که از کار میگشت داملا جان سامبوسا و شاشی که در بغلش بجا کرده و پیش دلیزه من میگذشت. وقتی که من بیبور میومدم بوی شاشی که بوی سامبوسا در دل میزد دلام گم میزد. کاش یک شماندم. یعنی خیلی نامردا وجود دارد در ترکیبی ما شما. نامرد که خدا خواهد پدر مادر که در اینجا بشینه و شاکی ساعت ده شب ششتی که داشته پرینی بیار زنتنه و ده شب افضل افقات اول پدر مادر تت انشاءالله خدا خواهد. دعای ویا را بگی الله میگرده بسرت. گفتن منیم اصلاح 5 سال بعد و 10 سال بعد بچه یکات کلوم نشا خدا خواهد میگردد بعد میدانی. تو ما میخوام میشه اخلاق خواهد با که تو پنهی آورده تو رو راست در پیشت گذارنده بوده در زنش میخدوند. این حیات است. در 4 کتاب سماویم توراتم انجیلم زبورم قرآنم الله سبحانه و تعالی خدمت پدر مادر نکردگی ها جزاش خدا همه دنیا نمیداده است. عجب نبرد همه دنیا داره دنیا را من همه دنیا دا خدا خواهد میتیم. من یک حکایه برای شما میگم 2 حکایه میارم گفتم خدا خواهد انشاءالله بعد صحبت تغییر میتیم. در بین خدا خواهد انشاءالله در یک دور پادشاه یک بیچاره کمپیر میشود. یک دونه بچه داشت بیچاره. بچهش خدا خواهد خوبم تعلیم میتید خوبم میخوانش دانشکده اینستیتوت ها میخواند اکادمی میخواند آخر وزیر میشود. مثل پاشای روزه ما شما دمگش نگیم که یک وزیر اقتصاد همی کدام وزیر مدافع همی کدام وزیر این در کار نمیگیرنش. به دعای مادر الحمدلله یک روز همین مادر به کسلی دیوانگی مبتلا میشود. خوب گوش کن خدا خواهد با ایشان این سخن بسیار خوب کرده گفته گیم با الحمدلله. وقتی که با کسلی خدا خواهد روحی مبتلا می شود بچه بیچاره خیلی حرکت نکند هرچند دعاخوانی میکند هرچند خدا خواهد طبابتش میکند هرچند خدا خواهد دختران نشانش میدهد لکن نه می شود. زنی که ناخلف داشت زنی که ایمانی کامل نداشت زنش هر روز با شوهرش جمع میکرد میگو بعد شوهر بچه مادر تبر در دیوان خونه پرتا من با تو زندگی نمیکنم کار میکرد میرم میآوردنش هر روز گرگر هر روز جمع. آخر بچه هم بیزار شد بعد گفت که بیا بادا خیر گفت اگر همین نفارش چیکار کردن در کار. بعد زنش گفت یک شب گفت یک مردن مسیحت تیم یا مسیحت مفید اگر همین کنی خدا خواهد من با تو خدا خواهد ابدی زندگی میکنم. گفت چی مسیحت های همین مادر تا میدانه که همه اشیار شده همین دیوانه هم مده مشهور دیوانه. همین وقتی که برای خیستتش همین خیلی بود مادر بیچاره که شب بالای چند قبطه خانه داشته اما بالای وی میبرمد بچه جینها گب میزد با جاش میدومد اینا هیچ خلل هم نمیداد. همین گفت همه میداند که همین مادر دیوانه است. این سفر وقتی همین بالای بام که برمد براو تیلش که میغلطه خدا خواهد میمره و هم خلاص ما هم خلاص. همین باید جوانی ناخلف نمخر میشه. خوب میگه خوب گفتی
و لباسی نگردم شبانش میپوشد. بیچاره میگوید که مادر به همون جنها طرف آسمون در قبض است، پاش در پیش پاش میمونه و تیلش میکنه. میآید در زمین میزنه، بدی زمین زدن بعد داد میگه دورو و وای میگه وای کرد. مردم جمع میزنن حقیقتا از بالا غلطیدگی با چندین نشان متخصصا را فریاد میکنن و یارم وکیل که وزیر بود هر حکم میکنن خلاص کلام از دنیا دفنش میکنن. خدا خواهد 20 ماه شما 24 دروغ انشاءالله خدا خواهد دبدبه میکنه. وزیر بود ضیافتا را میکشد خدا خواهد 40 روز و 20 روز. بعد میگه یک روز زندگی بینه خدای تعالی یک شب میگه از خوابش بعد داد گفته میخیزه همون مثل انشاءالله خدا خواهد که همون مادرش دیوانه میشود. مثل مادرش دیوانه میشود. اون زن میپرتایش میرادینه نگهش هم نمیکند. همون روز که میگه مادرش تیله کرد همون شب خودش از همون بالای خدا خواهد ایتش میپرتاید. این جزای دنیاگیش است عزیزان من. چی معامله کنی همون معامله را انشاءالله میگیری. در بنی اسرائیل بینین، در بنی اسرائیل الحمدلله بینین یک جوانی خدا ترس بود، خداجو بود، طاعت میکرد، عبادت میکرد. یک مادر داشت میگد دائم مادرش شب و روز خدمت میکرد، دائم بکم و کس. حتی فرشته ها بها دادنش که اگر همین جوان از دنیا گذرد انشاءالله این در حدیث صحیح است این میگه چی میرود جنت میرود. گفت یک وقتی که فرد بچه از دنیا میگذرد خدای تعالی حکم میکنه که این بچه را دوزخ بره. فرشته میگن خداوندا با خودت عیان است تو همه سه میدانی میبینی این بیچاره بیکم و کس خدمت مادرش کرد. آنچه که من میدانم شما نمیدانین. گفت این لاکی خدمت مادرش میکرد بعد که هلاک شد نگفت است که کای نمرد و من خلاص شد. بدون دیلش این حتی فرشته ها نمیشنیدن. وقتی که هلاک میشده است از خدمت میشته دعا میکرد که خداوندا که همین جان شکلی که من خلاص شم از همین توفان دوزخی شد از آن نبرم. اگر انشاءالله خدا خواهد پدر و مادر تا رنجوندی و یا نگن که من تو را آق کردم من دیگرت کردم انشاءالله خدا خواهد آق میشوی. آقی والدین نه جنت حرام عزیزانی من میدانی. پیغمبر بزرگوار میگن الجنت تحت اقدام الامهات جنت زیر پای پدر و مادران است عزیزان من. اگر خواهی خدا خواهد پیغمبر گفتن که در همین دنیا یکی شما دو جنت داره یکی تو یک جنت داره. گفتن این پیغمبر کدام جنت است؟ گفتن همین پدر و مادر است. اگر هر دو زنده باشد خدمت جا بیارید دو جنت داری. اگر یکیش گذشته باشد یکی زنده باشد یک جنت داری انشاءالله خدا خواهد. همین از جنت شما یا دوزخ شما انشاءالله. اگر خدمت کنی جنت میروی نکنی نه. ببینید دورای حضرت موسی بود. حضرت موسی علیه السلام با خدا مناجات میکنه در کوه طور. میگه خداوندا روز قیامت من با کی چی میشم؟ یعنی همنشین میشم. با کی در جنت هم صحبت میشم. حضرت الله سبحانه و تعالی موسی را میگه که با فلان قصاب که گفت که به اسلام در شهر فرغانه زندگی میکند همان قصاب که یک جای تو در جنت بشوی. بینید وقتی که حضرت موسی بعد کافته میرود همون پیش قصاب میرود که یک آدم گوش فروخته است از این گوشت عادی تا بگانی میگه نظارتش کرد. نیستی ما شما گوش میفروخت میره با پی کارش میشید. با قسم بگاش میگه بعد نزدیکش آمد گفت میگه ای بنده خدا من یک مسافر هستم اگر علاجش باشد امشب خانت من یک راتی خوب میشد. گفت نور بالای خدا خواهد نور. رفتیم خانه. وقتی که خانهش میگه میبرش در یک خدا خواهد مهمانه میشنونش میگه تو درنگی خانه میدرد میگه اون جوان آیسته حضرت موسی از عقیبش میرود که در کاس یک سبچه کشال است. عزیزانی من این در این دنیا شدگی است. سبچه کشال است در همون سبچه یک کمپیری برجا مونده. بیچاره همه از آش کار نمیکند همون سبچه رو میگه فراورد
تمام وجودش تازه کرد، مادرش افقاتای خوب خوروندش، کمکش سیر کرد، با همون سبچه رو میگه کشا کرد در کاس. وقتی که او جوان میگه از پی یگان کابلمند آهسته حضرت موسی پیغمبر نزد همون سبچه رفت، گفت میگه شما کی هستی ای مادر؟ گفت من همین مادر همین قصاب هستم، چندین سال است که بیچاره زحمتی منو میکشد. همه شما گفت در عوض خدمت شما چی میگوه؟ من همیشه دعاش میکنم که خداوند روز قیامت با همراه موسی یکجایت کنه. گفت ای مادر، گفت دعا اجابت شده است. سبحان الله، الحمدلله، الله اکبر. عزیزانی من، همین دنیا نه خدا نشان میده، همین دنیا نه خدا نشان میده. خلاقت ایاد نمرار پخته از گوشت کش. البته خدمت پدر و مادر که خدا خواهد انشاءالله، ولی مادر زنده خدا خواهد میخندی، ولی پدر زنده قدرش نمیدونی، مرا خدا خواهد میاد پیش مالی. اگر زنده باشم مادر میگوی حضرت می کپاس دادی حق بوده است، به پدر خانه تاریک بوده است، به مادر خانه تاریک بوده است. بیچاره امروز بعضی من شما در 60 تا 70 دور مدگیم، مادران پدران زنده هستن، بیچاره شب تا سر خواب نمیرود. شب تا سر در حق شما دعا میکند، شب تا سر خودش نمیخورد بیچاره، بابا دورتر یک چه بجا کنه میموند این بچه که بیچاره بخورد. اینه شب و روز فرزن ما چی؟ ما زن گفته سر امروز. خدا خواهد من این جوانی که امروز عروسه میگم که داماد عروسه نصیحت میکنم، خدا خواهد من مادرشون نیستن، یک پدر دارن، لیکن هر دا تو خدمت این پدر اکنه انشاءالله. خدا خواهد هر دا تو همین پدر است. علیاد نبرو عزیزانی من، همین زن تم آتش عتد میشود. نه نبرو تو خیال نکی که فقط خدا خواهد عتد خودت، نه، شما 3 عتد داره، شما 2 اپا داره خدا خواهد انشاءالله. ولی بعض نوجوانای بیخلاق زنش اپاش تحقیلات میکنه، اپات فلان خوارت فلان، اپای خودت. چون که شما وقتی که هر یک تمام داماد شدگیم، وقتی که داماد میشوی خونه وی میره بچه هم گفته تا مراجعت میکنه، یا دختر بیچاره خونه تو میایه مادرم دخترم گفته وی مراجعت میکنی. ناانصاف اگر تو بالا خالت کردی اپا تخالت کردی برای نبرا. اگر مادر را غیر گوید مادر خطا فکر کن. تو از کجا یاد گرفتی خیلی حقارت را؟ تو از کجا یاد گرفتی خیلی خدا خواهد معامله های بده؟ ما مسلمان میگه دوات و دروغ است. ای دان نجاست میرزد در کجا میشه؟ کدام مسلمان پیغمبر کرد میکاره؟ کدام صحابه؟ کدام بزرگای خدا با تو بالا کنند که ایچ سے یاد گرفتی؟ با بعضی نماز نخونی، روسیه با هم نمازت. اگر نماز تو از کارهای فحش و از کارهای فاحشه نگردی نماز نیست. خدا وعده میکنه این الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. بعدی که میگه تو نماز خوان شدی از همه گناه خودت بدون، از همه چیز پرهیز کن، نکنی آواره نشو. خدا خواهد انشاءالله چی معامله کنی. البته اگر زنت حق باشه پدر لعنتش کو، خدا خواهد لعنت سریعت خود نمیآید. مادر شکارت کن، مادر خود نمیآید. دورهای پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم یک جوان اومد یک زن شکایت کرد. این شکایت دارن ما در این تیر سایدای ما می نیسن شوی من نماز خونه، شوی من مسجد روی لیکن ایدانش نجاشت میریزه. چه نمازه میگه؟ دوره حضرت پیغمبر یک شکایت زن پیش پیغمبر اومد گفت یا محمد همین قدر من شوهر من خدمت چه میکنم، شب و روز خدمت چه میکنم، لیکن فقط گفتش پدر لعنت خلاص بیزار شدن به همین زندگی. حالا بعضی زنها از زندگی شما بیزارن، از حقارت شما، از دهن نادرست شما، از معامله نادرست شما، از زندگی ندیه شدگی. بعد گفت که من بی دخترم گفت پدر زنده گفت که پدر مردگی است. گفت محمد پدر شوهر چی مردگی است؟ برا گفت ای گوری هر دش گفت یک کفی خاک گیر در یک خلطچه انداز و نامی پدری و نویس، نامی پدر تنویس در این خاک انداز و در کاس خونت کشال کن. هر باری که پدر لعنتت گاه نشانش ده. وقتی که میگه با مردمت با سر کردم و حقارت بشه
همین نشانش داد که خاکم پدرش لرزیده است. این لعنتی هم دنیا را چرخ میزنن، نشاطه در سری اپت میزننش، نباشه در سری اپت میزننش فرشته. این هر فرشته هایی که ریاکتیو نیست عملیات دم میگیره پیش ویده. خیال میکنی که دنیا به حساب کتابه؟ این دنیا همینه تو در شهر روز زندگی کنن تمام اخلاقی کافران خودتون مجسم کرده گشته و حیات ما مسلمانیم. منتالیتت ما و شما دیگره. منتالیتت ما و شما باید که مثل قرآن باشد. منتالیتت ما و شما مثل طبق سنت های پیغمبر باشد. مثل این کافران نه، مثل این باید دنیا شد جنت شو همین جای. این دنیا خدا خواهد جنت الکافری و سجن المؤمن میگد. این دنیا جنتیه و خدا همه سمتیه شو، لیکن پاکه خدا خواهد جنت نسبت بیان. شما چه عذاب کشیدیم امروز؟ الحمدلله همه شرایط داره. مرحمت، هر روز آش خورده ساده، هر روز گوشت، هر روز غذای معنویت خدا خواهد خالیه، غذای مادیت خدا خواهد پرشته برفته درون روان گفته هر روز توی هر روز باید با ندوال نسی بابا کجا با چی کار کنه خدا؟ تو خود نسواته که تو با خدا چیکار کردی؟ تو هر شب دی خود بپرس تو اگر مردی که امروز با خدا چه خدمت کردی؟ گفت یک بار سواته چی خدا چی کردی که خدا یک قدر داده ساده، یک قدر ناز، یک قدر نعمت گفته که تو بجا آرده ست تو قدر ساده. گفتی خدا نمیکنی، از گفتی خدا حذر میکنی انشاءالله، از گفتی پیغمبر حذر میکنی. ولی این جوان و عروس امروز خدا خواهد خانه اومدن، بچه های عزیز، دختری عزیز خدا خواهد انشاءالله خدمت بجا بیارن. خدا خواهد انشاءالله این پدرشون خدا خواهد خدمتش بجا بیارن که انشاءالله خدا خواهد خدمت که انشاءالله خدمت میبینی. همچون دختر قبولت کردن الحمدلله، گرچه مادرش از دنیا گذشت به یک آرزو، هرچند حرکت کردن که توی باید که خدا خواهد در دور حیاتی مادرش باید که انشاءالله خدا خواهد برپا شود بود، لیکن دلشون نگنجید. افسوس، صدها افسوس. این مادر خدا رحمت کنه، جاش جنت کنه خدا خواهد انشاءالله. امروز روحش خدا خواهد در اطراف ما شما راحت میکنه از سخن خدا و پیغمبر، از قرآن و از آیت‌های بزرگ، از این محفل نورانی انشاءالله خدا خواهد که خرسند است. امروز ما شما را مشاهده میکند، امروز عروس و داماد را مشاهده میکند. عزیزانی من بعد این خدا خواهد که خدمت کنی انشاءالله. خدا خواهد جوانای عزیز خدا خواهد انشاءالله همه تو خدا خواهد انشاءالله خدمت کنی. همه تو داماد شده که 5 سال و 10 سال و 15 سال پیش، همه تو خدا خواهد انشاءالله البته خدمت بجا بیاره. خدا خواهد انشاءالله. من میگفته که من است که روز قیامت بینن عزیزانی من، الله سبحانه و تعالی محکمه سودی دارد. در محکمه سودیش یگانه از خدا میپرسد خدا را شناس. اگر کسی خدا را میشناسد گناه نمیکند، نیاز نبرد. کی گناه میکند؟ خدا را نشناسد. اگر خدا را در پیشت حاضر و ناظر دون چی در شب 12 شب 2 شب 1 شب ابیت در این کوتی یک کوتی گویی که هیچ کس نمیبینه الله میبینه، انشاءالله سری گناه نمیره. این همه گناه ها از سبب چیه؟ این زناگری ها، عرخری ها، دزدی ها، این فالبینی ها، قماربازی ها، این همش از خدا ناترسیدن است. اگر از خدا ترسی هرگز سری گناه انشاءالله نمیره، پرسر نمیتی، پرسر نمیخیری. این چیز بینه که امروز عزیزان من امروز بینه این جامعه ما شما چقدر گناه ها امروز که انسان بلرزه میارد. عزیزان من انسان بلرزه میارد. روز قیامت الله از یگانگی خودش میپرسد، در گور میپرسد ایاد نبرار یکم سوال میشه با من ربک خدا که بگو بنده خدا یکم از خدا شناس. خدا همیشه هست انشاءالله، خدا نمیمرد، خدا دائم هست انشاءالله، زنده است. هو الحی الذی لا یموت و نمیمرد، خدا حیات نبرد. که خدا من نمیبینه و هر کار کردن گیری. بعد این خدا خواهد از نمازت بپرسه، عبادت نپرسد. بعد از این خدا خواهد خدمت پدر و مادر بپرسد. آیا پدر تا خدمت کردی؟ دعاش گرفتی یا مادر تا دعاش گرفتی؟ نه. اگر گرفتاشی اوچتت پنجه، نه گرفتاشی خدا خواهد انشاءالله کارت لنجه. نیاد نبرد. محکمه سودی خدا خواهد جزا داده میشه.
آکی والدین 500 ساله راندن بوش میآید، بوی جنت برای پدر مادرش خدمت نکنه که حرامه. یاد نبرو. زنها را همچنانه، زنها را روز قیامت بعد از طاعت و عبادت و از ستر و از خدا ترسیش از خدمت شوهرش میپرسند. یاد نبرو زنها حالی بعد زبانش 1 متره 2 متره خدا خشواش چی کارا کرده داده. کدام زنه که میگد اگر شوهرش گوید که من تو چی دیدم، من تو مردک شما چی کردی، 70 ساله طاعت عبادتش خدا بیکار میکنه. نه یاد نبرو. 70 ساله طاعت عبادت. روز قیامت پیغمبر بزرگوار شب معراج میگد دوزخ نشانم داد الله. بعضی زنها را دیدیم که از زبانش کشال است. گفتم جبرائیل این کیا هستن؟ اینا همین خیلی حساس که شخصانی هستن که شوهراشون آزار میدادن، شوهراش با زبانی مثل مار میگزیدن. یا نسمی در جمعیت ما و شما یاد نبره زنکا، چون که رضا الله فی رضای زوج، رازگی خدا در رازگی مردکه و غضب الله فی غضب الزوج، غضب خدا در غضب چی ای؟ انشاءالله خدا خواهد مرده. یاد نبره زنها پخته از گوشت گیر. اگر 1000 نماز خون، 1000 طاعت کن، 1000 عبادت کن، در کوچه لینزه شیده گرد انشاءالله خدا خواهد. همه جا تمکن که شوهر ناراضی باشه بیکار است. اگر کدام زنه که شوهرش گوه که همین شب جاگه خوابی میکنه، اگر سرکشی کنه تا سحر تمامی فرشته لعنت میکنه. تو برای چی گرفته تا؟ تو خدمتت انشاءالله همون مرد راه بعد گردونده نه. خدمتت خدا خواهد فرزند تولد کردنه. فردوسی بزرگ گوشتش گفتی فردوسی بزرگ زنها را بس از یک هنر نشینند در خانه و زاین شعرانی نه. و ترسون زاده خطا کرده. خوب شد که زن با دولت یار شد، از دست زن دنیا گلزه باید رسوا شد قیده. امروز در یپانیا گشته زنکای ما شما، امروز زنکای ما شما در خیتای گشته. نه آباد شد خدا خواهد قیده رسواش نبرد. اینجا بچه ها خجالت، اینجا آیلا بیچارا خجالت، اینجا پدر مادر در غم همین از خدا خواهد آبادش. حق طرف خدا خواهد فردوسی هست عزیزان من. زنها بس از همه هنرش خونه که میشینه خدا خواهد افکار میکنه، طعام میکنه، خونه میره انشاءالله خدا خواهد پشاک میشوه، بچه تولد میکنه، شوهر خدا خواهد غذا کتی تامین میکنه، افقاتای خوب میپوشد. دخترات منو بیه بجای کرسکه و بجای خاکای خیتای نام پختن یادشته، دختر تا خونه رو یادشته، دوختن و شوفتن یادشته. پیغمبر بزرگوار پیش امی سلامت اومدن، ما زن همسر شد دیدن که بعد نماز بامداد ذکر دارد، زنهای ما نماز نمیخوندن خدا دیگه دارد. بعد نماز ذکر دارد گفت ای گفت امی سلامت برای چی گفت مسجد نمیری، برای چی قرآن نمیخونی، برای چی حج نمیکنی؟ گفتین کاری مرداست آخی گفت محمد. برای چی جهاد نمیری؟ گفت کاری مرداست. اما زنیم گفت همین کدام زنی که گفت در خانه میشیند و لباسای شوهر و کودکاش میدوزد همین ثواب خدا خواهد جماعت، ثواب جمعه، ثواب حج میتیش که خدا سبحانه و تعالی. اگر گفت کودکاش نه افقاتای خوب کنه 3 محل سحر و عبید تو بگی غذای خوب کرد یا گفت ثواب حج الله در نامه اعمالش می‌نویسه. اگر خدمت شوهر چک نگفت حرمت چه بجا بیاره الله ثواب قرآن ختم کردش میتید. زنها امروز خدا خواهد جماعتش، زنها را امروز خدا خواهد انشاءالله قبلش، زنها را خدا خواهد عبادت چه قبول شدنش با واسطه کی بوده؟ با واسطه انشاءالله خدا خواهد مرده. در حدیث صحیح یک مرد میگد جهاد میرود دوره های پیغمبر صلی الله علیه وسلم، زنش میگد زنک جا میگد تا اومدن من از خانه بیرون نبرم میرود. یک روز زن میشیند که اکا و دادرش میآید پیش یه زن میاد که ما اپچه جان همین میگد پدرم بیمار شد، من میگه شوهرم گفته که از خونه نبرا بره میگد و پرسه روشن محمد پرسه اگر محمد راضی شد من میبرم پیش رسول آدم دن که اتی او زوج ای گفتن دخترم تو شوهر تا گفتم من چی نیستم.
در وقتی داشت میگد که خبر آمد که پدر مرد. بینه با اومدن اکا داداش که گفتن پچه گفتن پدر مرد نمیری؟ او گفتن من شوهرم تکی نبرو از خونه. کجا برم؟ او برفتن با محمد پرسن با پیش رسول الله برفتن گفتن که آتی شوهر گفتن اطاعت کن. من حق ندارم تو حکم کنم. یک زمانی میگد چه وقتی داشت میگد مرد میگد اومد خونش دومشش چای خوردن خوش رو قبولش کرد مثل مرد زنهای ما اگر خدا خواهد اتش مره خدا خواهدش اگر یک با مسئله که خدا خواهد در خونه رد نمیتین خدا خواهد در تمخه میکنن با دیار میفروی زنهای ما از خدا خبر ندارن نو چنان خدا خواهد خداش با خدا پرست حساب بکنن نگه چیگه پس زنن میگم شما برفته پدرم در بیمار شد خیلی دهن گفتم نرفتی نرفتم وفات کرد نرفتم خدای تعالی محمد نگفت که برو بگو همون زنم پدر مادرشم با توفیل شوهرش اطاعت کردنش گناهش مغفرت کردم بین ولی اگر زنای ما خدا خواهد بدر نبلگو بدرچه میبرم مگریزه میره و مباد اگر خدا خواهد انشاءالله اگر یک بیمار یک بشاد خدا خواهد انشاءالله جنگ بی جنجال بی برای سبب چه که اینا از خدا رو بترسن اینا نماز خواهد شد در روحانن روحان خچ اولیا میگیره روحان خچ خدا خواهد مجاهد میگیره یکی تکاریش چی نیست وقتی که اگر در بالای شوهرش یگان خدمت شود خدا خواهد انشاءالله رد میکنه بالکل زنهای صحابه را بی پیش خدا خواهد شوهرهاش می اومدیم خداش راست کرده می اومدیم حالی زیباگی زن برای شوش است حالی زنهای ما شما زیباگی در کوچه است خدا خواهد اگر یک توی برود خدا خواهد 1 ساعت پرداز میکنه در پیش وینه 6 که کرتش میپوشد اگر تو گویی که زنک جان بیا کنه همیشه بیا کم کرته جیم جیم تپوش پیشکی من خبر گو حاکت جندیش رحمت جیم جیم بپوشم 3 بار کرته مالش میکنم سر میخورم فارت همین نفارت همین کنکرت شیدک تمام شد یکی برای مرد بگونه چی اگر گویی که زنک جان خیلی ساعت 12 شوی همه کودکا خوی من 1 سرود میخوانم 1 بازی رو گو او میگه تو جندیش رحمت نکی در مردی بگونه چی هر کنش همه پرونه هر بازی میرود نمیخواه و نمیخندش برای شوش رقص کنم برای شوش بازی روم برای شوش خرسند کنم گناه اون کاشاش و اون خداخواد خیتان برای شوش ایوه عزیزانی من برای شوهر شای برای این روز محبت نیست در بین شما سبب که زنها گروبی ما از وی نگروبی زن و شوهر خواه رفتیم بعد اینش اینش پرسیده که همین مردک گو همین انترکتی در خنکش خنکه همین خلده نکی ما ای هرش نگه پیت خنکه هرش نگه پیت خنکه چوه خدا خواهد گروبی پیغمبری بزرگوار محمد صلی اللہ علیہ وسلم میدانی با عایشه چی میگفت جانم میگفت شیرینم میگفت مرمت خرمت میگفت عایشه ای گفت محمد نمیگفت من از زندگی 11 زنی محمد هر روز آرزو میکردن که 1 دقیقه محمد دور نشه ای چی؟ ای لوز شیرینش ای معامله خوبش الحمدلله بینه ما شما جوان ما مردم خدا خواهد معامله همون نسبت زنام و دیگرگو کنه مکن برفتی خدا خواهد ایدر دوماز سلام میشه بدانی که ادام مرده که میگرد از کوچه میآید با خانهش وقتی که السلام علیکم و رحمت الله و برکاته میگد نبینید شیطان میگه از او خانه میگریزد همون خاننده داسی مفتگی شیطان بچه زندگی میکرد است داسیمون کسی که به سلام و به بسم الله مبادا درآید بین همون زن و شوهر جنجال میانداخته است تا جدا شدن حسابو نکرده بینن 1 سلام بینن 1 سلام که شیطان میگریزد انشاءالله خدا یا زن شما ده سلام کرد چه گناه است بچه دختر خدا خواهد اکاو خوار اپاو خوار اماو خاله خدا خواهد سلام جاری کنن این نام خدای الله سبحانه و تعالی در خاندان شما انس بن مالک گفت کسی که بر خانه سلام گفته میدراید در خانه برکه میدراید برکت در دست ما و شماست عزیزان من برکت از رفتار و گفتار ما و شما میشود نماز خوانین انشاءالله همه تو خدا خواهد برکه را بین فایز بین فتوه بین او خونه خدا خواهد دیگر رنگ میگیرد او جنجال ها او غربت ها او غم ها او غیبت ها او تهمت ها او بوتان ها گم بشود
از ما شما اگر باشه در کوچه به مگر درو اخبارات میپرسه خرگر گفتن چی در اونجا چی گفته دراتون میگه فلان چی اول شده فلان چی فلان شده فلان چی پیستان شده صحابای کرام ببین وقتی که میگد از مسجد میگشتن زنهاش یک سوالشو میکردن کم حفظت آیتا من القرآن الکریم زن مرد جان بگو چند تا آیت از یعنی محمد یاد گرفتی سوال میکردن کم حفظت حدیث من رسول الله صلی الله علیه وسلم چقدر حدیث یاد گرفتی ای محمد این من گو اخبارات در کار نزمنده این انا صحابه زنهاش بین زنهای صحابه بین خداش بین نهایت زیبا میکرد شب می آمدن نزد خدا خود جاگه مردش میگفتن مردک جان اگر حاجت به من داشتاش من تیارم ایلامون من یک دمک قرآن خونم ایلامون من یک دمک نماز خونم کلام زنی شما امروز خدا خواهد چه میگه با بعض مردا رفته زناش اگه که انی خیل بوده راضی من تا نشم جنت نمیدرد اتراضی بشم که گور دروز نمیده تو میشه بی نمیشه من دا چی خدا ترزه با نماز بکنده با روماش بستگی خدا خد در کوچه بیاتر در کوچه خدا خد اولیا یکی در دری خونه انا کومه ماری خدا خد زهر داره بیکار کاری کردید موافق نمازت موافق عبادتت خدمت شایسته که شوهرتنده شوهرت در تاری سر برداشته کرد شما مرد خدا خود خدمت پدر مادر موافقی قدر طاعتی قدر عبادتت راضی بیان یاب خدا خود انشاءالله دنیا همین است عزیزانی من وقت بسیار نمیگیریم انشاءالله خدا خود امید میکنیم که اصلا هم کم شیرین است انشاءالله خدا خود این خودش بدی آش اما خدا خود سکوت دارد یک سکون نبرده که شیاره باش دیگه یا یون باش خدا خواهی یون باش وقت شید میدونم همه خیلیازه کشته امید میکنیم که انشاءالله خدا خواهد کمتر صحبت هم کنیم غذا میگیرین انشاءالله خدا خواهد این گپ ها را خدا خواهد در همه دایره گفته کردیم همسین کو هر یک تت خدا خواهد چی داری جوره داری هر یک تت 20-25 تا همسین داری وقتی که شما میشینین انشاءالله خدا خواهد همین خیلی بدست جورا زندگی همین خیلی بدست زندگی خدا خواهد از یک خوردن و آشامیدن نه زندگی از معامله از رفتار و گفتار زیبا بدست باید ما زنهام را خدا خواهد سر اوقات خورونیم ایاد نبولا خدا خواهد انشاءالله جملت کتی 6 کیلو گوشت دم میکنی میخری انشاءالله خدا خواهد زنی بیچارت نیم کیلو گوشت میاری با این نمک کلم با خود نخری میمری نمیکاری میکنی میمون بیا با سهر و اترگه جونم هم میارم آینه پخته میتیش و بیچاره مادر بار میکنن او گوشت خدا خواهد خودش نمیخره با همین آورده افقات همون بچه هاش کشته میگیرنش با میگه تو سرطه گوش بشی اپا ما میخریم گوشت برای بچه ها میکنی نشم برای زنت که شب و روز خدمت داره میکنی این حساب کتاب میکنی حساب کتابش میکنی میگوین این قدر بسیار خوردیم با بعض میگه که تینه گوش نهار دادم اگر یک هفتهش دارده مرده گوش دزیده بردش اپات نخروندش اینو زنکا افتسادیان اپات نبرده دادش آی بیچاره اپاش گوش زاری گوشتی نیست یا پدری و زاری گوشتی تو نیست انشاءالله خدا خواست و چینی خودش گوش داره چینی خودش آبرو داره چینی خودش انشاءالله زندگی داره این خیلی تومتا که زنها را دلگیر میکنی آخر عاقبت این زندگی خوب نمیشود این زندگی خدا خواهد رنگ دیگر میگیرد اگر نر نمیبیند هم نفس عموما دلخونی که میشود عموما انشاءالله حیات ویرون میشود حیات در دست دو انسان است اگر دو انسان انصاف کند انشاءالله خدا خواهد همه عالم گلستان میشود برای این جوان و عروسی امشب امروزه البته خدمت خدا خواهد این برادر را کنین حرکت که بچه جان حالت خونه دار کن انشاءالله خدا خواهد جا جنته چون که خودت انشاءالله خدا خواهد جاگه گرم میدرایی پدر بیچاره در این خانه خود خواب نروه انشاءالله خدا خواهد و هم برادرات هم جورهات خدا خواهد خیرش و تبارک کنی معصیت خوب کنی انشاءالله زودتر خدا خواهد پدرتم خانه دار کنی خدا خواهد حیات برن انشاءالله پدرتم من میدانم برای مادرت چندین سالات در شهرها سرگردان چندین وقتا از بیچاره در غم و غربت این مادرت حیات صرف کرد میدونم دنیاش نمون بیچاره را صرف کرد لیکن حرکت کرده که عمر بدست اینجا پدر عیبدار نیست الحمدلله عمر با آخر رسید
جان به حق تسلیم کرد انشاءالله خدا خواهد پدر تا خدمت چکنه کن پدر تا حرمت چکن انشاءالله خدا خواهد این پدرم زودتر یک زنی خدا خواهد نماز خوان عبادت کننده یک زنی خوبه انشاءالله یا به مناسبش میده انشاءالله خاندارش کنه اینم زندگیش با دوام کند خدا خواهد همین راضی شود دنیای تو دنیای شما آبیت است آباد است خدا خواهد انشاءالله دعای همین بگیر انشاءالله خدا خواهد حرمت شود جا بیارال بعضی ها